بابا بس دیگه، خستم کردی. یه روز با خانواده اومدم بیرون زهر مارم کردی. نمیخوامت، میفهمی؟ خاله چی شده؟ باز چی شده؟ خسته شدم، هر روز دعوا، هر روز بحث. خیلی خوش اومدی آبجی. اینو یادت باشه، عشق سنگین باشه دعواش هم سنگینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیروز یکی از رفیقا اومده بود پیشم، 7 سال با هم ازدواج کرد. خب اگه میدیدیشون انقدر کنار همدیگه آروم بودن، نه دعوایی، نه بحثی، نه جنگی. خدا شانس بده. نه دیگه نشد. همین رفیقم دیروز اومده بود بهم میگفتش که زنش بعد 7 سال بهش خیانت کرد. میگفت تو این 7 سال حتی یه بارم دعواشون نشده. یعنی رابطه‌ای که بحث نداشته باشه، دعوا نداشته باشه، یه جایی کارش میلنگه خواهر من. پس اگه کسی رو دوست داری که داری هر روز باش میجنگی و رابطت واسش مهمه، مطمئن باش جای درستی وایسادی. مثل من و شمی. راست میگه. من و محمد چقدر اون سالا تو سر کله هم دیگه میزدیم. مامان چرا تو سر کله بابای من زدی؟ باشه اصلا با تو هر دفعه که